اگه بهت بگن یه عمل جراحی فقط 10% احتمال مرگ داره، انجامش میدی؟ نه. خب اگه بگن همون عمل جراحی 90% احتمال موفقیت داره چی؟ در واقع هیچ فرقی بین این دوتا جمله نیست، ولی ذهن ما جوری طراحی شده که با یه بازی کلمات کل نظرش عوض میشه. دانیل کالمن تو کتاب تفکر تندوکن میگه ما تصمیمامون رو بر اساس واقعیت نمیگیریم، بلکه بر اساس نحوه ارائه واقعیت میگیریم. اگه بگن 90% زنده میمونی، احساس امید میاد سراغت. اگر بگن 10% میمیری، حس ترس میاد سراغت. این در حالیه که اعداد دقیقاً همونان. به این میگن اثر قاب‌بندی. تبلیغات، سیاست، اخبار، حتی دوستات همه ازش استفاده میکنن که ذهن تو هدایت کنن. و این فقط توی بیمارستان نیست، توی بیزینس حکم طلا رو داره. مثلا اگه بگی 5% مشتریات ناراضیان، فروش میاد پایین. ولی اگه بگی 95% راضی بودن، اعتماد میریزه تو دل طرف. آدم‌ها از شکست متنفرن، از عدد منفی میترسن. ذهن ما طوری برنامه‌ریزی شده وقتی یه چیزی مثبته، حتی اگر همون معنی منفی رو بده، راحت‌تر میپذیره. پس اگر میخوای تاثیر بذاری توی فروش، مذاکره یا حتی حرف زدن با دوستات، فقط واقعیت نگفتن کافی نیست. مهم اینه چطور قاب‌بندی میکنی.